به نام خداوندی بخشنده مهربان. بینندگان گرامی، امروز در مورد اون حالت‌هایی که در امت اسلام و مردم ما بیشتر رایج گشته است، این سحر و جادو و عمل‌هایی که انسان مسلمان نباید که با اونها دست بزند، میخواهم یک قصه واقعی که من با چشم خود با اون شیخ صحبت نمودم اون را برای شما بازگو می نمایم. یکی از برادران داریم به نام احمد المری که سابقه و رفاقت دیرینه داشتیم و میگوید که من یک روز با خوب مردی ثروتمندی است و شرکت های اسب دوانی و اینها هم در اختیار دارد. میگوید وقتی که یک روز خانه آمدم و وضعیت خانه رو خیلی عجیب دریافتم و میگوید در این حالت من در حال از همسرم پرسیدم که چی حالت است، چرا یعنی که چنین است و وضعیت نه مثل هر روزه هست. میگه همسرم چیزی نگفت و گفت من کار دارم، بیگاه با تو صحبت میکنم. میگه همچنین یک هفته یا که 2 هفته گذشت و یکی از روزها میگه دعوت شدم، من رفتم یک مجلس با یک ضیافت و یک مجلس نشستیم و پس از اینکه از اونجا خارج شدم رفتم، میگه یک مردی بود برام گفت، یک رفیق دیرینه داشتم، میگه اون از من طلب کرد که بیای بریم نزد یک مرد. میگه وقتی نزد اون داخل شدم گفتم که این مردکو من نمیشناسم. گفت بله اینا شما نمیشناسید، ولی از من طلب کردن که اینا من پیش شما بگیرم بیارم، یعنی شما را نزدی همین مرد بیارم. میگه وقتی دیدمش از چهرش نمایان بود که یک انسان خیلی بدی است. میگه وقتی من دیده برابر، میگه اگه من تو اینجا نمیفهمم که چی حالت به این برادر احمد مری یعنی که رخ میدید و این چگونه انسانی است. همچون من هر وقت میرم میبینمش یک انسان عادی، یک انسان ملتزم است. میگه وقتی که من دیدمش دیده برابر، میگه پیشم برآمد، خواست با من سلام کند ولی دستش خفا گشت و یک کورچه در دستش زدن به شکمش شروع کرد. میگه من تعجب زدم، میگه که این چیکار باشد که یک مرد با کورت در شکم خودش میزنه. میگه کمی صدا کردم، اون نفری که من آورده بود اون مبلغ گرفته بود است، من نزد این آورده است. میگه خوب مهم پلیس آمد و دکتر آمد، اون یاری تعجیلی گرفتن بردن و از من هم بیانات گرفتن. گفتم من نمیدونم. وقتی که من نزدش وارد شدم با کارت خودش زد. میگه پلیس هم دید، گفت بله ما میفهمیم که این چگونه شخص است، شما میتوانید که روید. میگه من آمدم، ولی میگه از مابین 3 ماه گذشت. میگه همون نفری که من زده بود میگه خودش زنگ زد، میگه گفت اگر خواسته باشی من میخوام، خواهش میکنم که به نزد من شما بیایید. میگه من خستم، تعجب زدم. من میگه گفتم شما هم در شفاخانه هستید؟ گفت بله. میگه خستم، من رفتم نزدشون شفاخانه. وقتی وارد شدم میگه گفت که من حدودی 92 روز است در همین یعنی که شفاخانه خواب هستم و تمام بدن ما و تمام شکم ما با کارد بریدم. وقتی که من از اون سبب پرسیدم که چی است سبب، گفت که شما را طلب کردگی هستند از من که یعنی سحر کنم و من هر چی سحر و جادویی که انجام دادم نتوانستم انجام داده و از خانه تو حتی جنهای مخصوص ها فرستادم تا موی سر تبرارن، هر چیزی که از یعنی که خواهش کردم اونها خارج کردن، برای من رساندن. ولی یک بدبختی برای من به وجود آمده است، همین است که ما همین قدر که منتظر پشت در تو بودن جنهای مخصوص و حرفوی تا اینکه توانند با تو ضرر رسانند، ولی یک نماز هم پیدا نکردند که تو پس از نماز آیت الکرسی را تلاوت نکرده باشی. پس از نماز صبح در مسجد میخوانی، پس از ظهر، پس از عصر، پس از شام، پس از خفتن، قبل از خواب کردن هم آیت الکرسی را میخوانی که ما تماما امکان پیدا نکردیم که
یک سحر از خودمون در تو جایگزین کنیم. میگه چیزی نگفتم و الحمدلله گفتم و اینجا میگه سخن رسول اکرم به یادم آمد که صدقک فهو کذوب. شنونه که دقیقا همین حدیثه وقتی که ابو هریره رضی الله عنه پیش رسول اکرم میاد میگه من یعنی که شیطان وقتی که در داخل یک اسکلت میقپد و اون چی میگه من تعلیمت میتیم برای تو کلمه هایی که اگر اون خواندی تو از یعنی که شیطان امین میمونی. و وقتی که همین در نزد رسول اکرم گفت، رسول اکرم چی گفت؟ صدقک و هو کذوب، یعنی راست گفته است در حالتی که اون دروغگو است. پس میگه منم همین سخن رسول اکرم به یادم آمد و در نزدش گفتم و خارج شدم و گفت من دیگر عاجز هستم از این که برای تو سحر انجام بدیم. میگه از اون یک سوال کردم تنها و تنها من آیت الکرسی از سحر شما نجات داده است؟ گفت بله، تنها و تنها همین آیت الکرسی مانع انجام دادن آن مقاصد شومی که ما بر علیه تو انجام میدیم یعنی مانع شده است. پس از همه برادران و خواهران خواهش می نمایم که پیوسته در دعاهای ذکر صبحگاهان و شامگاهان و پس از هر نماز و قبل از خواب هم این آیت الکرسی را بخوانید و خود را از تمام گزند و آفات این دنیایی محفوظ نگه دارید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.